جلگه گیلان در سپیده‌دم تاریخ. یکی از پرسش‌های اساسی در بررسی‌های تاریخی گیلان این است که در سپیده‌دم تاریخ، یعنی زمانی که انسان در نواحی کوهپایه و کوهستان حضور داشت و در صدد آن بود تا در این جلگه بسیار مرطوب و پوشیده از انبوه جنگل‌های بارانی نفوذ کند، وضعیت این جلگه از نظر زیست انسانی چگونه بوده است؟ این وضعیت زیستی بر سکونت انسان در سپیده‌دم تاریخ در این جلگه چه تأثیری داشته است؟ و سرانجام این که به طور حدودی از چه زمانی انسان توانسته در این جلگه استقرار و سکونتگاه‌های خود را ایجاد کند؟ با بررسی دقیق و علمی سپیده‌دم تاریخ گیلان، یک اصل کانونی به دست می‌آید که می‌توان آن را به این صورت فرمول بندی کرد. سپیده‌دم تاریخ گیلان تاریخ دوگانه و ناهمزمان است. دوگانه به این معنی که در شروع تاریخ سکونت انسانها در این پهنه جغرافیایی که بعدها سرزمین گیل و دیلم و سپس گیلان نام گرفت، قلمروهای جغرافیایی دوگانه‌ای برای زیست و سکونت پدید آمده بود که با وجود فاصله‌ای اندک برای هزاران سال پس از ورود انسان به جنوب این محدوده، همچنان مرزهای ستبر دوگانه خود را حفظ کرده و تاریخ ناهمزمان پدید آورده بود. این دوگانگی تاریخی از کجا منشأ می‌گرفت؟ پاسخ کوتاه به این پرسش این است که تقسیم این محدوده به دو قلمرو کاملا متفاوت از نظر زیست انسانی، یعنی جلگه از یک طرف و کوهپایه کوهستان از طرف دیگر. این ساختار جغرافیایی طبیعی میلیون‌ها سال پیش در فرایند تاریخ زمین‌شناسی منطقه شکل گرفته و به ارث رسیده بود. ضرورت دارد در همینجا بگوییم که منظور ما از جلگه گیلان با توجه به تمام ویژگی‌های این پهنه در کناره دریای کاسپیان، نواحی کمتر از 100 متر از سطح دریاهای آزاد است که تقریباً مسطح و شیب آن بسیار اندک و در تقریباً تمام پهنه کمتر از 1% است. همین شیب بسیار اندک در تمام جلگه یکی از مهمترین عوامل زهکشی نشدن زمین و شرایط باطلاقی جلگه پوشیده از جنگل انبوه بارانی شده بود که همراه با اقلیم سخت این پهنه زیست را با فناوری آن زمان برای انسان ناممکن می‌کرد. از نظر ما نواحی کوهپایه کوهستان اما آن محدوده جغرافیایی را در بر می‌گیرد که بالاتر از ارتفاع 100 متر واقع شده است. در قلمرو کوهپایه کوهستان پهنه‌های مناسب‌تری برای زیست وجود داشت، به ویژه در ارتفاعات پایین‌تر و دره‌های رودخانه‌ها و در بیرون و حاشیه جنگل‌ها. تأکید کنیم که در بیرون از محدوده جنگل و به ویژه در حاشیه آن پهنه‌های استقرار و زیست برای معیشت دامداری و کشاورزی فراهم بود. از این رو در جلگه گیلان با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی طبیعی و توانایی‌های ابزارسازی امکان زیست دائمی برای انسان به هیچ وجه وجود نداشت. بنابراین در دوره سنگ، یعنی تا نزدیک به 7000 سال پیش، حسرت زیستن برای انسان که در گروه‌های بسیار کوچک در این پهنه حضور داشت و از بلندی‌های کوهپایه کوهستان به این سرزمین زیبا می‌نگریست، برای همیشه در دلش باقی ماند و برآورده نشد که بتواند فرود آید و در جلگه مسکن و مأوایی برای خود دست و پا کند. در دوره فلز که از حدود 7000 سال پیش تا پایان دوره آهن، یعنی تا آغاز دوره هخامنشی حدود سال 550 پیش از میلاد ادامه یافت، نیز این حسرت بر دلش باقی ماند و تنها از آن بالا نظاره‌گر جلگه بود و امکانی پیدا نکرد به جلگه ورود نماید. در نقشه شماره 1 توزیع جغرافیایی محوطه‌ها و استقرارهای کاوش شده که در بررسی‌های باستانشناسی گیلان در حوزه تمدنی مارلیک دیلمان، یعنی کوهپایه کوهستان‌های جنوب جلگه مرکزی گیلان تا سال 1385 شناخته شده است. چنان که پیداست تمام این استقرارها در بالای ارتفاع 100 متر و در بیرون از پهنه جنگلی و در دشت و دره‌های حاشیه‌ای رودخانه‌ها و پهنه‌های کم ارتفاع در ناحیه کوهپایه کوهستان به وجود آمدند. موقعیت جغرافیایی این محوطه‌های حفاری شده نشان می‌دهد که انسان این دوره بیشترین تلاش خود را در مسیر رودخانه سفیدرود انجام داده تا به جلگه نفوذ نماید، اما در حدود ارتفاع 100 متری متوقف شده است. داده‌های این نقشه از کتاب گیلان در عصر آهن که از 23 جلد گزارش باستانشناسی استان گیلان جمع‌آوری شده ترسیم شده است. در جانمایی نقاط برای نخستین بار تلاش بسیار شده تا با استفاده از نام آبادی و طول و عرض جغرافیایی محل آثار کشف شده درست در جای خود قرار گیرند. اما با این حال ممکن است برخی از آثار نسبت به مکان دقیق آن خطای فاصله 1 تا 2 کیلومتری داشته باشند. منحنی همتراز ارتفاعی 100 متر به عنوان مرز جدا کننده جلگه و کوهپایه کوهستان با خط ضخیم‌تر در محدوده شمال نقشه نمایانده شده تا مرز جلگه و کوهپایه کوهستان در ارتباط با موقعیت این محوطه‌های استقرار مشخص شود.
چنان که پیداست در حفاری‌های باستانشناسی انجام شده تا سال 1385 در شمال منحنی میزان ارتفاعی 100 متر، یعنی جایی که ما به آن جلگه میگوییم، حتی یک استقرار انسانی در حفاری‌های باستانشناسی گیلان به دست نیامده است. برعکس در جنوب آن، در جایی که ما آن را کوهپایه کوهستان تعریف کرده ایم، تمام محوطه‌های استقراری انسان پیدا شدند. یادآوری کنیم که بسیاری از این محوطه‌ها تنها به دوره باستان و تاریخی تعلق دارند و این بدان معنی است که استقرارها در بخش عمده‌ای از دوره باستان نیز ممکن است منحصراً به همین پهنه تعلق داشته است. آیا این پراکندگی جغرافیایی تصادفی است یا نشان از یک الگوی زیست تاریخی در گیلان به دست می‌دهد؟ پاسخ ما این است که این پراکندگی جغرافیایی، استقرارهای انسانی که تا سال 1385 کشف و روی نقشه ترسیم شده، نشان می‌دهد که انسان‌های مستقر در پهنه کوهپایه کوهستان دست کم تا دوره باستان تنها در همین محدوده از گیلان استقرار داشتند و البته تلاش کردند که به این جلگه راه یابند و در آن ساکن شوند، اما موفق نشدند. با این حال یادآوری دو نکته بسیار اهمیت دارد. نکته نخست این است که منحنی ارتفاع 100 متر به عنوان جدا کننده مرز جلگه و کوهپایه کوهستان را نباید به مانند ارقام ترازوی زرگری به حساب آورد که اگر در ارتفاع 90 متری از سطح دریاهای آزاد استقراری در دوره سنگ یا فلز به دست آمد، بگوییم پس این نظریه باطل است. باید تأکید کنیم که به دلیل ویژگی‌های توپوگرافی در مرز بین جلگه و کوهپایه کوهستان که به دلایل زمین ساختی زمین در برخی نقاط گیلان به ناگهان ارتفاع می‌گیرد و یا با شیب ملایم به کوهپایه کوهستان ختم می‌شود، ممکن است روند ارتفاعی در امتداد این مرز به صورت محلی اندکی شکل متفاوت به خود بگیرد و جای مناسبی برای استقرارها در زیر 100 متر و در نزدیکی مرز جلگه نیز فراهم کند. ولی به طور کلی و عمومی این مرز در سراسر گیلان در همان ارتفاع حدود 100 متری تثبیت شده است و به گمان ما در جلگه گیلان به معنی زمین‌های زیر ارتفاع 100 متر امکان زیست انسانی در این دوره‌ها وجود نداشته است. نکته دوم این است که جغرافیای این استقرارها ممکن است در مسیر رودخانه‌ها تا عرض حدود 500 متر تا 1 کیلومتر در اطراف و حاشیه رودخانه که بستر سیلابی رودخانه را تشکیل می‌دهد در مواردی نقض گردد و استقرارها تا کمتر از 100 متر نیز در حاشیه رودخانه‌های بزرگی چون سفیدرود و پلرود یافت شود. چنان که در یک مورد در سالهای اخیر در قلعه گردن در حاشیه رودخانه پلرود در جنوب رحیم آباد در ارتفاع نزدیک 100 متری توسط شهرام رامین یافت شده است. یادآوری کنیم که بستر سیلابی رودخانه یا همان سیلاب دشت‌ها به جایی گفته می شود که رودخانه در موارد طغیان سالانه آن را فرا می گیرد و با تکرار خود در مواقع سیلابی این پهنه از حاشیه رودخانه را از درخت و گیاهان انبوه پاکسازی می کند و ضمن به وجود آوردن یک پهنه زهکشی شده سرزمین بدون جنگل و گیاه در حاشیه رودخانه پدید می آورد که در زبان گیلکی به آن لات و یا صحرا می گویند. این پهنه از هر نظر در سپیده‌دم تاریخ برای استقرارهای موقتی به ویژه استقرارهای قشلاقی مناسب بوده است. در حاشیه‌های رودخانه و در بستر سیلابی رودخانه همچنین سیلاب رسوبات آبرفتی نیز بر جای می‌گذارد که برای علفزارهای قشلاقی در آن زمان بستر مناسبی برای رویش فراهم می‌کرد. بدین ترتیب این پهنه از سیلاب دشت‌های اطراف رودخانه در جلگه نیز می‌توانست فرصت زیست و استقرارهای موقتی برای انسان دوره فلز در پهنه جنگلی به ویژه در فصول گرم سال تا ارتفاع کمتر از 100 متر به وجود آورد. اما در بقیه پهنه‌های جلگه جنگلی این فرصت برای استقرار فراهم نبود و به احتمال بسیار زیاد و تا جایی که می‌دانیم حتی در بخش عمده‌ای از دوران باستان، یعنی از 550 سال پیش از میلاد تا پایان قرن سوم میلادی، یعنی یک قرن بعد از شروع سلسله ساسانی نیز وضع به همین منوال در جلگه تداوم داشت. در چاپ جدید جلد نخست تاریخ گیلان، نویسنده ضمن بررسی حفاری‌های جدید باستانشناسی همچنین به داده‌های آماری جدیدی از تغییرات سطح آب دریای کاسپین طی 10,000 سال اخیر که توسط متخصصان این حوزه با اطمینان زیاد به دست آمده و محاسبه شده دسترسی پیدا کرد که به صورت جدول آماری ارائه شده بود و در نتیجه تصویر فضایی مناسبی برای درک وضعیت جلگه گیلان در سپیده‌دم تاریخ و بعد از آن به دست نمیداد
مگر آنکه تبدیل به نقشه میشد. جزئیات پسروی و پیشروی سطح آب دریای کاسپین در این جدول نشان می‌دهد که طی 10,000 سال تا 600 سال پیش، یعنی حدوداً تا اوایل حکومت کیانیان در شرق گیلان، در مجموع سطح آب دریای کاسپین در ارتفاع بین -22.5 متر و -42 متر در نوسان بوده است. چنان که گفته شد این جدول هنوز تصویر فضای مناسبی برای تحلیل تاریخی به دست نمیداد. از این رو این داده‌ها به صورت نقشه ترسیم شد تا تصویر فضایی روشن‌تری از وضعیت بالقوه زیست جلگه گیلان در 10,000 سال اخیر به دست داده باشد. یادآوری یک نکته مهم ضرورت دارد و آن این است که در طول 10,000 سال اخیر و از جمله در دوره میانه سنگی، نوسنگی، عصر فلز، دوره باستان و در قرون نخستین اسلامی، خط ساحلی دریا همیشه در شمال و نزدیک شهرهای کنونی لنگرود، آستانه، لشت‌نشا، خشکبیجار، خمام، رشت و صومعه واقع شده بود، چنان که در نقشه به خوبی نشان داده شده است. این بدان معنی است که قسمت اصلی جلگه گیلان در طول 10,000 سال اخیر با استناد به آمار جدول 1 تا 1400 سال پیش، یعنی تا اوایل دوره اسلامی و البته بعد از آن بین -22.5 و -42 متر به تناوب در معرض پیشروی و پسروی آب دریا قرار داشته. اما بقیه جلگه گیلان بیرون از آب بوده است. در واقع در طول این دوره که ما آن را سپیده‌دم تاریخ گیلان در جلگه نامیده ایم، تقریباً تمام جلگه گیلان بیرون آب قرار داشته است. پس به عبارت دیگر، اگر موانع جغرافیایی و اقلیمی در جلگه گیلان وجود نداشت، این جلگه به طور بالقوه امکان زیست و سکونت گسترده را به انسان میداد. اما چنان که گفته شده، فرض ما این است که به احتمال زیاد تا اندکی بعد از سلسله ساسانیان این مهم به تأخیر افتاده است. جلگه گیلان پهنه اصلی استقرار تمدن کنونی گیلان است و اکنون بین 85 تا 90% جمعیت گیلان و زیرساخت‌های تمدنی در همین پهنه استقرار یافته است. با این حال تاریخ این دوره گیلان در تاریکی مطلق فرو رفته است. اکنون با ارائه نقشه دوم برای نخستین بار ما می‌دانیم که بخش عمده و اصلی جلگه در سپیده‌دم تاریخ گیلان بیرون از آب قرار داشته و به طور بالقوه ممکن است فرصتی برای زیست فراهم کرده باشد. از این رو فعالیت باستانشناسی جلگه ضرورت بیشتری برای شناخت تاریخ سپیده‌دم گیلان پیدا می‌کند. می‌توان با حفاری‌های باستانشناسی و واکاوی‌های گسترده در جلگه، به ویژه در شهرها و روستاهای قدیمی، داده‌هایی برای تاریخ سکونت و فعالیت انسان در این دوره فراهم نمود تا بتوان به این پرسش مهم که استقرارهای انسانی و به ویژه ساخت سکونتگاه انسانی و تمدن حضری در جلگه گیلان، یعنی جایی که اکنون مهمترین بخش تمدن گیلان در آن واقع شده است، از چه زمانی آغاز شده و از چه زمانی رو به گسترش و توسعه گذاشته است. آیا آنگونه که ما فرض کرده این ورود انسان به این جلگه تا اوایل دوره ساسانی به سبب ویژگی‌های جغرافیایی طبیعی و به ویژه زمین‌های زهکشی نشده و باتلاقی که در زبان تالشی و گیلکی غرب گیلان چولافت نامیده می‌شود به تأخیر افتاده است؟ پیداست که با شناخت لکه‌های استقرار و سکونتگاه‌ها توسط باستانشناسی جلگه می‌توان به تصویر روشن‌تری از حضور انسان در این جلگه از آغاز تا امروز دست یافت. سپاس که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. خوشحال میشیم که با لایک، کامنت و سابسکرایب از گیلتیوب حمایت کنید.